Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menolak keras permintaan Presiden Donald Trump untuk membatasi jangkauan rudalnya. Bahkan Khamenei juga menekankan Iran tak gentar menghadapi militer Amerika Serikat yang dikenal kuat di dunia. Pernyataan itu terungkap dalam tayangan video yang diunggah Fiori pada Selasa 17 Februari. Dalam pidatonya, Khamenei juga mengomentari ambisi nuklir Iran. Ia menyebut energi nuklir untuk tujuan damai bukanlah untuk perang. Menurutnya, semua negara memiliki hak untuk memiliki instalasi nuklir dan pengayaan uranium. به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی. اگر بنا شد مذاکره انجام بگیره، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یه کار غلط و ابلهانه است. خب تو میگی بیا با هم حرف بزنیم درباره فلان موضوع به توافق برسیم. چرا نتیجه رو معین میکنه؟ باید حتما به این توافق برسیم. و این ابلهانه است. این کار ابلهانه رو دارن انجام میدن رؤسای آمریکا و بعضی از سناتورها و رئیس جمهور و دیگران. این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه که من را اشاره خواهم کرد، گاهی تهدید میکنه، گاهی میگه باید فلان کار بشه، فلان کار نشه. این معناش این است که اینا در پی تسلط بر ملت ایرانن. ملت ایران درسهای اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده. دایره جانباختگانمون که به عنوان شهید اینا رو حساب میکنیم، دایره وسیعی است. به جز اون اصحاب فتنه و سردسته ها و کسانی که از دشمن پول گرفتن، اسلحه گرفتن، به غیر اونها بقیه چه عناصر مدافع امنیت، چه راهگذرها و چه حتی کسانی که با فتنه‌گرا چند قدمی حرکت کردن، اینا فرزندان ما هستند. ما برای اینا طلب رحمت میکنیم، طلب مغفرت میکنیم. اشتباه کردن، خدای متعال از اشتباه اینا درگذره انشاءالله. جمهوری اسلامی یه حکومت جدا از مردم نیست. جمهوری اسلامی عبارت است از ملت ایران. این ملت پابرجا، این ملت مستحکم، این ملتی که حاضر برای پیشرفت خودش زحمت بکشه، کار کنه، تلاش کنه. کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. ملت Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.